زندگی نامه و ناگفته های زندگی شخصی پرستو صالحی، ماجرای مهاجرت، ازدواج و طلاقش. تا آخر ویدیو همراهمون باشید. پرستو صالحی از بازیگران توانمند و البته پرحاشیه کشورمون بوده که نام اصلیش الهام صالحی سیاوشانی هست. او در تاریخ 9 آبان 1356 در تهران متولد شده. شغل پدر پرستو صالحی تکنسین مهارت سازی ارتش بوده که در تاریخ 9 فروردین 1387 درگذشت. مادرش خانه‌داره. او یک برادر به نام امیر شاهین داره که مهندس کامپیوتره. پرستو تو کودکی دچار تومور مغزی شده بود که مجبور به عمل جراحی شد. به همین دلیل مثل هر کسی که تحت عمل جراحی قرار میگیره از بیهوشی و جراحی میترسه و استرس میگیره. پرستو صالحی دانشجوی انصرافی رشته نمایشه. بعدها تصمیم گرفت به سمت رشته گریم بره و این هنر رو زیر نظر فرهنگ معیری یاد گرفت و حتی مدتی به تدریس اون پرداخت. او فعالیت بازیگری خود رو به شکل حرفه‌ای از سال 1378 شروع کرد. سریال محاکمه اثر حسن هدایت نام اولین سریالی بود که پرستو صالحی به طور حرفه‌ای و در نقش بلند در اون ظاهر شد. پرستو صالحی با بازی در سریال زیر آسمان شهر که یک سریال کمدی موفق و پرمخاطب به تهیه کنندگی و کارگردانی مهران غفوریان بود و در سال 1380 از شبکه 3 تلویزیون پخش شد به شهرت رسید. اون نقش خواهر بهروز رو در این سریال ایفا می‌کرد. خبر ازدواج پرستو صالحی همزمان با آغاز سال نو میلادی 2019 با انتشار عکسی از حلقه ازدواج در صفحه اینستاگرام این بازیگر به سرعت در فضای مجازی منتشر شد. همه فالوورها و همکارانش در حال تبریک گفتن به او در قالب کامنت بودند و منتظر بودند که ببینن آقای داماد و همسر پرستو صالحی کیه. شایعات زیادی در این باره زمانی پیرامون این که همسر پرستو صالحی نوید حیدری هست مطرح شد که به تندی و قاطعانه از سوی این بازیگر سرشناس ایرانی تکذیب شد. روزهای بعدی هم پرستو صالحی با انتشار ویدیوهای پیاپی از تدارکات مراسم عقد و نامزدی و خریدهای مربوط به ازدواج مخاطبانش رو در جریان این اتفاق مهم زندگیش قرار میداد. اما ورق برگشت و پرستو صالحی با انتشار یک فیلم از منتفی شدن مراسم عقدش خبر داد. اون گفت امروز 4 بهمن ساعت 5 بعد از ظهر قرار بود مراسم عقد من باشه، اما به هم خورد. توافق نداشتیم به همین سادگی. برای اینکه بعداً دچار حاشیه نشم گفتم خودم اینجا اعلام کنم و به شما هم بگم هر جای مسیر زندگی توی دوران عقد و نامزدی احساس کردید که به هم آرامش نمیدید و باعث آزار همدیگه اید برگردید و به حرف و حدیث مردم هم کاری نداشته باشید. این آدما اگه با 2 تا بچه برگردید بازم بهتون سرکوفت میزنن و کمکتون هم نمیکنن. پرستو صالحی در 17 مهر 1400 خبر مهاجرتش رو به ترکیه اعلام کرد و 1 روز بعد جزئیات بیشتری رو از عواملی که باعث مهاجرتش شده ارائه کرد. پرستو صالحی در سالهای اخیر خیلی کمکار شده بود و حتی به فساد در صدا سیما هم اشاره می‌کرد. پرستو صالحی که دیگه در رسانه‌های تصویری خبری از بازی او نبود، علت کمکاریش رو در سینما در اظهارات جنجالی بیان کرد. او در صفحه فیسبوک خود نوشت اگه نگم دق میکنم. همش میگن چرا کمکاری، چرا نیستی، چرا مثل سابق پرکار نیستی، چرا من چه میدونم کدوم بازیگریه که دلش نخواد بازی کنه، کدوم بازیگریه که دلش نخواد با آدم‌های حرفه‌ای و درست درمون کار کنه،
کدوم بازیگریه که دلش نخواد دیده بشه؟ او در ادامه نوشت دور از جون تهیه کنندگان و کارگردانان و هنرمندان فرهیخته کشورم که هممون میدونیم چه کسانی هستند و چه کسانی نیستند و فقط ادعا و اداشون رو دارن، به یک تهیه کننده سرشناسی از سر درد و دل گفتم دلم یه کار طولانی میخواد. اونی هم که بهت کار طولانی بده؟ به قول مرحوم شکیبایی، وای من هنوز ایمان دارم که تو هنر مقدس هفتم هستند انسان‌هایی که بی درخواست و نیاز و فقط به کارشون فکر میکنن. متاسفم از وجود کسانی که هنر پاک آریایی رو با ناحیه ده قدیم تهران اشتباه گرفتند. دوستان عزیزم حتما نظراتتون رو برامون کامنت کنید و کانال رو سابسکرایب کرده و زنگوله کناری رو هم بزنید تا به محض آپلود ویدیوهای جدید جزو نفرات اولی باشین که میبینین.